هرگاه یک انسان مسلمانی همیشه در فکر نجات خود باشه، هر عملی را که انجام میده این بودش میسنجه که من وقتی اینمی کار را میکنم خب فایده اینمی کار برای من میرسه یا نمیرسه. یعنی چی؟ مثلا میاد دعوت میکنه، در دعوت خود مخلص میباشه. چطور مخلص میشه؟ چون میفهمه که اگر من دعوت میکنم در دعوت خود اخلاص نداشته باشم پس فایده دعوت برای من نمیرسه دیگه، چرا دعوت بکنم؟ متوجه شدین؟ وقتی با یک مسلمان برخورد میکنه، در برخورد نیکوی خود با یک مسلمان احکام شرعی را رعایت میکنه. چرا رعایت میکنه؟ به خاطر از این رعایت میکنه که پیش خود میفهمه، خب میسنجه که خب من این کارا میکنم به خاطر چی؟ به خاطر که خیرش بر من برسه. حالا وقتی در تعامل خود احکام شرعی را رعایت نکنم خیرش بر من میرسه؟ خب نه، نمیرسه. دقت کنید. و حتی خیلی از ابعاد دیگه رفتارهایش اصلاح میشه. مثلا شما ببینید در مسائل دعوت که بسیاری وقتا جوانای ما کمی تقصیر بیشتر دارن، نه که یک نفر دعوت میکند 2 دقیقه کمی مخالفتش کرد خلاص رو دعوا میزنه، قال مقال میکنه، دشنام میده، هر چی که از آن شما میگه. حالا این با اینمی کار خود چی میکنه؟ اگر این بسنجه که خب من میخوایم که به خیر برسم، با دعوا زدن و دشنام دادن به خیر میرسه، خب این کار نمیکنه دیگه. دقت کنید. اما ما شما ذهنیت غالبا نداریم، اینی که اصلا ما خراب شد دیگه خلاص میزنیم همه چیزا به هم میزنیم. چرا؟ پس ما در فکر نجات خود نیستیم. در فکر نجات خود نیستیم. دعوت هم اگه میکنیم، قال مقال میکنیم، سر صدا میکنیم، توهین میکنیم، تحقیر میکنیم، هر کار رو میکنیم. اگر ما در حین دعوت به فکر نجات خود باشیم این کار نمیکنیم دیگه. چون میفهمیم که خب من میخوایم که اینمی برادر مثلا امر خیر را بپذیره، اینی خطای خود ترک بکنه. چرا این برادر این کار خوب را بپذیره و این خطای خود ترک بکنه؟ خب به خاطر که می راه نجاتش است. خب ما در امی کار خود امی کار را رعایت کردیم، ما در دعوت خود میخوایم این حکم شرعی را رعایت بکنه و خطاهای خود اصلاح بکنه. چرا؟ چون امی راه نجاتش است. ما در حین دعوت خود امی کار را رعایت کردیم؟ نه. یعنی چی؟ ما میخوایم که او به خیر برسه. خب برای خیره که دوزخ رفتم، او جنت بره. و این معقول نیست. پس انسان مسلمان در هر عملی که انجام میده و این در میان صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم و تعبیر ایرانی میگه این گپ جا افتاده بود بیخی. هرگاه یک صحابی یک عمل را میخواست انجام بده، قبل از اینکه اون عمل انجام بده یک بار بر خود میسنجید دوره. به تعبیر علما یک بار یک تجدید نیت میکرد. مشهور از یک داستان، یک صحابی وفات کرده بود. یکی از بزرگان تابعین یک نفر میگه که بیا که بریم برای جنازه از اون صحابی. میگه کمی برای ما وقت بده. یک مکس میکنه. چند لحظه بعد میگه که بیاین حرکت بکنیم. ورش میگن چرا تکردی؟ میگه من یک بار سنجیدم خب من چرا این کارا بکنم؟ فوایدی که من میتونم برای نجات نفس خود از این امی عمل شرعی بگیرم، این را ارزیابی کردم و به خاطر رسیدن به اون نیت خود را اصلاح کردم، بعد از اقدام کردم. خوب دقت بکنین، بسیار یک کار بزرگی است. اصل کار خوب است، مثلا رفتن در جنازه یک صحابی اشتراک کردن که بسیار کلان است. اما این که صحابی خب کارش جور است. حالا من به عنوان یک مسلمان از اینمی عمل خود به نفع خود چی خیر را کمایی بکنم؟ کل اونمو منافع را که برای من میتونه ببره اونها را به یاد خود آوردم و به خاطر رسیدن به اونها نیت خود را هم اصلاح کردم. بعد از باز عمل خود شروع میکنیم. حالا شما فکر بکنین ما شما در هر عمل شرعی اینمی مورد را در ذهن خود داشته باشیم، چقدر اعمال ما تغییر میکنه. علما میگن انسان در هر عمل شرعی 3 بار باید نیت خود اصلاح بکنه. 3 بار، قبل از عمل، در حین عمل، بعد از ختم عمل. دقت کنین در هر عمل شرعی 3 بار شما ضرورت دارین نیتتان را اصلاح بکنین. به خاطر چی؟ به خاطر که در 3 بار شیطان میخواد که نیت شما را خراب بکنه، ولو کار خوبم بکنین میخواد ثوابش بهره مند نشین. قبل از اینکه عمل شروع بکنین، شما میخواین اقدام به یک عمل بکنین، شیطان میاد اون نیت هایی را در ذهنتان مندازه که مشروع نیست، اخلاص ازتان میگیره. خب اون کارا که بکنی گپت خلاص میشه. گاهی وقتا تو آغاز عمل را مخلصانه شروع میکنی، در وسط عمل هستی، شیطان میخواد که کیفیت عملت را تخریب بکنه. دقت کردین؟ گاهی وقتا نیت عمل خالصانه شروع کردی، خالصانه هم خلاص کردی، بعد از خلاص کردنش باز میخواد که باز نیتت را تخریب بکنه. پس در هر عمل ما شما در این 3 مرحله ضرورت داریم که نیت خود اصلاح بکنیم. مثلا به عنوان مثال عبادت کلان که ما شما میگیم نماز است. حالا یک نفر میخواد نماز بخونه، قبل از اینکه می طرف نماز بره، خوب است که این نکته را میشه در ذهن داشته باشین. شما وقتی غالبا نیت میگم امو الفاظ مشخصی که در هنگام صحبت شدن یادم این چیز نیست. منظور نیت به مفهوم شرعیش اراده قلبی است که در باطن انسان وجود داره، او را باید متوجه باشین.
دقت کردین؟ میخوای نماز بخونی، چرا نماز بخونی؟ گاهی وقتا میشه مثلا وقت نماز میاد شما که بچه‌ها هستین میخوید نماز بخونی، اینجا دیگه تو چندان حوصله نماز نداری، حال نخیزیم بچه‌ها سعی خب میگن نماز نخوان، با این نیت میخوای نماز میخونی، خلاص شد دیگه. نماز که چیز کاری برات نمیکنه که یک مصیبت هم برات به بار میاره، یک گناه هم برات کمی. گاهی وقتا تو مثلا نماز خالصانه شروع کردی، در جمع تو نماز میخونی، یک بار دهین نماز هستی خالصانه شروع کردی، یک بار میبینی که یک کس تو رو میبینه، اتومات شیطان دخالت میکنه، میگه که تو دیگه آرامتر نماز بخون، کی نفر میبینه دیگه، نشه بازی بگه که چقدر تیز نماز میخونه، کیفیت نماز چی میکنه؟ تغییر میکنه. با شیطان بیختک خراب کن، فهمیدین؟ گاهی وقتا بخید تو نماز خلاص میکنی، بعد از دیگه باز میگی که او ما چه قادم خوبی شدیم، سعی کنید چقدر مخلصانه نماز خوندم. باز هم شیطان عمل شما رو چی میکنه؟ خراب میکنه. مو سخن علما مشهور هست، بارها تکرار کردیم که گاهی وقتا حتی یک نفر در تنهایی خود ریا میکنه، در تنهایی هم تنها هم تو ریا میکنه. دقت، این خیلی خطرناک است. در تنهایی خود اصلا ریا میکنه. مثل چی واره؟ مثل از واره که یک نفر مثلا شب خیستر نماز تهجد میخونه، خوب دعا میکنه، اشکاش هم جاری میشه، باز یک بار شیطان دلش وسوسه میکنه که سعی کن تو چقدر خوب مخلصانه نماز میخونی، دو کاش که یک نفر تو رو ببینه که تو چقدر مخلصی. خودی نیت عمل شما رو چی میکنه؟ از بین میبره. پس در هر مرحله انسان باید نیت خود اصلاح بکنه. یعنی چی؟ یعنی ای که در فکر نجات خودش باشه، در فکر نجات خود باشه. و اگر امی مفکوره رو شیطان از ما گرفت، اخلاص مشکل است که انسان رو رعایت بکنه. دقت کردین؟ پس یکی از پایه های اساسی که انسان میتونه در یک عمل شرعی اخلاص خود را حفظ بکنه امیست که در هر حالت ذهنش در فکر نجات خودش باشه. و انسان مسلمان میدانه که در ریا باز نجات نیست. یکی از شرایط اساسی نجات انسان در اعمال می هست که این باید عملش اصلاح شود. پس مهم است که انسان مسلمان در هر حالتی و در هر موقعیتی و در هر جایی که قرار میگیره، اگر عبادت میکنه، اگر کار خیر میکنه، اگر دعوت میکنه، اگر معروف میکنه، اگر جهاد میکنه، اگر هر چیز میکنه، این ذهنیت فراموشش نشه که ما در فکر نجات خودم. دقت کردین؟ این ذهنیت هرگز فراموشش نشه. گفتم حتی اعمالی که ظاهرا به خاطر نجات دیگران هم هست، امور هم ما به خاطر خود نجات میدیم، انجام میدیم. فهمیدین؟ گفتم امر به معروف به خاطر نجات دیگران هست، دعوت به خاطر نجات دیگران هست و تعلیم دیگران به خاطر نجات دیگران هست، اما در اصل امی کار هم ما به خاطر نجات خود انجام میدیم. وقتی این ذهنیت را داشتیم، باز عملکردهای ما مخلصانه میشه. گاهی وقتا اینمی نیت ها تغییر میکنه، گاهی وقتا این نیت ها تغییر میکنه. مثلا شما فکر بکنین یک عده مردم اینجا، شما الله برشون توفیق بده، جوانان از جاهای دوری اومدن، زحمات و مشکلات زیادی را تحمل کردن، درست است؟ حالا اینا این مسئولیت خود انجام دادن. مسئولیت شرعی کسانی که توانایی برای تعلیم دارن چیست؟ است که باید به خاطر نجات خود بیان بر از اینها تعلیم بدن. یک عده کسای این تو ذهنیت ندارن، ذهنیت سرچپه دارن، یک چند تا بچه کمی که جمع شده اینا به ما ضرورت دارن، اول ما باید بریم بر از اینا، یعنی اینجا کلانکاری خود میخواد مطرح بکنه. دقت کنین اینمی ذهنیت چی میکنه؟ گرچه شاید اینجا بیای برای شما تعلیم بده، خیلی چیزهای زیاد هم شما یاد بگیرین، الله برای شما توفیق عمل نصیب کنه، بخیر نجاتم پیدا بکنه، خودش با این عمل خود چی کرد؟ رفت به طرف دوزخ برد. این نکته خیلی مهم هست. متوجه منظورم شدین من چی میگم؟ این نکته خیلی مهم هست که ما وقت دیگران را هم به طرف خیر دعوت میکنیم، در حین دعوت کردن و امر به معروف کردن ما ذهنیت ما این باشه که من این را به خاطر نجات خود دعوت میتم، چون دعوت کردن از او به طرف خیر یک فریضه دینی است که من به خاطر الله باید این را انجام بدم، اگر انجام نمیتم کوتاهی کردیم. اگر امی ذهنیت را داشتیم، کاملا برخورد ما تغییر میکنه با مردم. حالا ما شما وقتی که دعوت میکنیم دیگه یه یاد ما میرنه، یک بار غرور نفس سر ما حاکم میشه، یک بار دیگه مثلا تکبر میاد حاکم میشه، یک بار دیگه خودنمایی میاد، یک بار دیگه ریا میاد، یک بار دیگه عجب میاد، انواع مختلف وسوسه های شیطانی میاد در قلب ما جا میگیره و ما در حین انجام کار خیر هم نجات خود را یاد ما میره. میخوایم خیر خواهی دیگران را بکنیم یا کل ای جنت برم دیگه ما خیره که این رفتن دوزخ. این خیلی خطرناک است. پس معنای گپ چیست؟ معنای گپ است که هر کدام ما شما تک از این شیخ متوکل شروع تا این برادرم، هر کدام ما شما اولین فکری را که در هر مرحله از مراحل زندگی داشته باشیم این است که من نجات پیدا بکنم و اگر به خاطر نجات دیگران هم تلاش میکنم، در اصل به خاطر نجات خود ما هست. متوجه شدین؟ این ذهنیت را اگر انسان داشته باشه، در خیلی موارد هم نیت های ما در هر عمل تفاوت میکنه،
نیت های ما در هر عمل تفاوت میکنه و هم از لحاظ عملی پابند به ارزش ها و احکام عملی میشیم. اما چون غالبا شیطان امی گپ را از ما گرفته، عموما نمی گپ را از ما گرفته، هر کسی در به نسبت موقعیتی که قرار داره خود را نجات یافته تصور کرده. یعنی گپ ما خود دیگه معلوم است که دیگه ما رفتیم جنت بخیر، حال دیگر را اگه دعوت میکنیم، اگه قبول کردن خوب، اگه نکردن دیگه خلاص بالا پس شد. و به میخاطر گاهی وقتا که دیگر را دعوت میکنیم، به طرف خیر دعوت میکنیم، باز می کلانکاری و غرور و تکبر و نقض ارزش های دینی، احکام شرعی. ما یک بسیاری وقتا جالب است، یک دفعه دعوت میکنی که یک کار خیر را بکنه، به خاطر دعوت و کار خیر از خود 10 دانه کار حرام مرتکب میشی. همین درست یا نیست؟ حالا اگر یک نفر امی ذهنیت داشته باشه که خب ما میخوایم خودم اول نجات پیدا بکنم، بعد از مرتکب این کارا میشه، این حداقل صفات اجتماعی خود دیده باشیم. نه یک نفر مرتکب یک خطا شده، مثلا یک سنت ترک کرده، حالا یک نفر میخواد که این را دعوت بکنه که اینمی سنت را انجام بده. چرا باید این را دعوت بکنه؟ به خاطر که مکلفیت خود انجام بده. نه حالا امی در دعوت امی ذهنیت داره، نه او یک سنت ترک کرده، این 10 دانه دو میزنه او را به خاطر ترک یک سنت. یعنی چی؟ یعنی مرتکب 10 حرام قطعی میشه. پس این در حین دعوت امی گپ یادش هست که من میخوایم خدا نجات بدم. نه چقدر مشغول شده، به حدی مشغول شده ذهنش برای نجات او که بیخی خودش یادش رفته. امی حالت داریم ما شما غالبا یا نه؟ امی حالت داریم. تو میخوای او را دعوت بکنی برای انجام یک عمل سنت که چرا؟ که نجات پیدا بکنه. تو چرا دعوتش میکنی؟ به خاطر خودت نجات پیدا بکنی. چون این گپ فراموش میشه که من میخوایم من خودم نجات پیدا بکنم، به همین خاطر در دعوت کردن از او 10 دانه حرام مرتکب میشه. یعنی به هر وسیله ممکن، وسایل مشروع یا نامشروع، میخوای او را وادار بکنه به چی؟ او را به هر وسیله ممکن میخوای وادار بکنه برای خوب شدن، برای انجام کار خوب. این که خودش کار نمیکنه خیره. یعنی ما هر کدوم در فکر اصلاح دیگراییم، خود ما یادم رفتیم. خیلی خطرناک است. به همین خاطر تغییر نمیاد. یعنی چی؟ من میخوایم شما خوب باشین، من خودم خوب نیستم. شما میخواید من خوب باشم، شما خودتون خوب نیستین. گاد وقت مونده. پس چی باید بکنیم؟ هر کدام ما کوشش بکنیم خود ما خوب باشیم. و اگر به خاطر خوبی دیگرها هم کار میکنیم، این مکلفیت شرعی شخصی خود بدانیم. دقت کنین، مثلا این الله تبارک و تعالی در مورد قتال هم میگه فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و حرض المؤمنین. اصل چیست؟ قتال یک فریضه الهی است. اصولا این باید به صورت جمعی انجام شود. اما چرا الله متعال اینجا به صورت فرد حکم میکنه؟ همه علما متفقن که در اصل قتال یک فریضه جمعی است. نه با تنهایی میتونین زور ممرسه به امریکا، تنها آماده میرسه زور، خب نمیرسه، ضرورتا باید جمع باشه انسان. خب اما چرا الله حکم فردی نازل میکنه؟ فقاتل فی سبیل الله صیغه مفرد است. تو در راه الله بجنگ، لا تکلف الا نفسک. یعنی چی؟ یعنی اگر انسان در انجام یک عمل جماعتی کلان هم هست، ذهناً متوجه فکر خود باشه. اگر یک لشکر الله به ما توفیق بده، یک لشکر 1 میلیونی مجاهدم جور بکنیم، هر کدام ما شما یک عسکر در اونجا باشیم، در راه الله بجنگیم، ما ذهناً در حین جنگ در اون لشکر متوجه چی باشیم؟ متوجه نجات خود ما باشیم. فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک و حرض المؤمنین. دیگران را تحریض بکو. تحریض دیگران به خاطر یک حکم شرعی است که متوجه ما هست. دقت کردین؟ یعنی چی؟ یعنی در همه احکام شرعی اولین نیت و اساسی ترین نیت و اساسی ترین مفکوره که در ذهن یک انسان مسلمان باشه، امیست که من میخوایم خودم نجات بدم. دقت کردین؟ هرگاه اینمی مفکوره و اینمی ذهنیت در قلب تک تک از ما شما جا بگیره، خیلی موارد رفتارهای ما چی میشه؟ اصلاح میشه. اما چون غالبا این ذهنیت را نداریم، رفتارهای ما هم تغییر نمیاد. دقت کنید، مثلا من منتظرم شما تغییر بکنین و شما منتظرین ما تغییر بکنم. نه شما هم تغییر بکنین، نه ما تغییر بکنم. تا خلاص گاد پیش میریم. دقت کنین، اگه ما فکر خود باشم که من هم تغییر بکنم و زمینه برای تغییر دیگران را هم داشته باشم. شما هم اول خودتان فراموش نکنین، خودتان تغییر بکنین، بعد فکر تغییر دیگران باشین. تغییر از اینجا آغاز میشه. دقت کردین؟ و به همین خاطر شما ببینین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم همه تو انسان‌های بودن. در شدیدترین حالت پابندیشان به ارزش‌های دینی هرگز نقض نمیشه. و با همین ذهنیت است که اونها را در بالاترین حد فداکاری میرسونه.
در بالاترین حد فداکاری میرسانه. شما حتما داستان و جمع اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را شنیدین که اونا توسط لشکریان امپراتوری روم اسیر میشن. بعد از او امپراتوری روم میخواد که اینها را چی کنه؟ امی درجه ایمانداری از اینها را آزمایش بکنه که تا چه حد. اول هر قدر برشان چی میکنه؟ برشان وعده میکنه، میگه مثلا بیان مسیحیین شما را آزاد میکنیم، میگن نه. میگه باز مسیحیین فلانی چیز براتون میتونه، میگن نه. آخر بالاخره هم قماندان عمومیشون میگه اگه تو مسیحی من نسبت پادشاهی خودم بر تو میتونم. و میگه نه. وقتی که به اصطلاح تطمیع کار نمیکنه، میخواد اینها را بترسانه. خب مسلمان ها را شکنجه میکنن، هر چی شکنجه میکنن فایده نمیده. بعد از او امر میکنه که یک دیگ کلان را روغن داغ بکنن، بعد از مسلمان ها را دو بندازن. مسلمان ها را بندازن، میگن اما تغییر نمیکنه. بالاخره نوبت خودش میرسه. نوبت خودش که میرسه اشکاش پایین میشه. ایره بر امپراتور میگن این گریه میکنه، خوشحال میشه، میگه حتما ترسید دیگه، خلاص من موفق شدم. او را میخواد پیش خود، میگه که تو چرا گریه کردی؟ میگه من وقتی که به طرف مرگ میرفتم احساس کمبودی کردم که من انسان کم هستم، یک دانه جان دارم، خیلی از این در راه الله میرم. کاش که هزارات جان میداشتم که کلش در راه الله میدادم. این امپراتور بیخیز ببینید این چی رقم مردم دیگه، این چی رقم مردم. حالا شما ببینید چرا اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به این یک مرحله رسیده که اونها در حین مواجه شدن با مرگ نفس نمیتونه سرشان حاکم شوه، شیطان نمیتونه سرشان حاکم شوه. و خیلی با سادگی به خاطر الله میپذیرند. حالا ما شما مردم چی رقم هستیم؟ یک نفر 500 روپیه هم اگر کس به یک شکلی از اشکال زده بتونیم، ایره به اصطلاح چی نمیکنیم، کوتاهی نمیکنیم. اما ترس یعنی واقعیت دیگه عموم حالت ما میرقم. اگه 100 روپیه هم از یک جا زده بتونیم، یعنی به خاطر از این که ما نفس خود را حتی مانع شده نمیتونیم که برای دست آوردن 100 افغانی هم چی کنیمش، جلوش بگیریم. اونها عملا بالفعل کل زندگیشان در مرگ قطعی واقع میشد، نفس سرشان مسلط نمیشد، شیطان سرشان مسلط نمیشد. حالا شما به خاطر به دست آوردن 100 افغانی و 50 افغانی هم چیز، نفس سر ما مسلط میشه. با این نمیتونی یک حالتهای ضعیف توقع تغییر امت را داشتن توقع خطایی است. تکرار میکنم، الله وعده خود را نقض نمیکنه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس این حالتی که امت داره، تک تک ما شما به خاطر وجود این حالت مقصریم. اینمی وضعیتی که امت داره، هر کدام ما به خاطر تقصیر خود در اینمی وضعیت نامطلوب امت دخیلیم. در این وضعیت دخیلیم به خاطر اینکه وقتی از لحاظ معنوی یک امت به صورت عموم ضعیف شود، همه مقصرن. دقت کردین؟ همه مقصرن. و آیت قرآن کریم میگه واتقوا فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. فتنه عام که شد دیگه باز کسی ازش نجات پیدا کرده نمیتونه. پس در عمومیت فتنه در اینجا غالبا معنای به اصطلاح حاکم بودن گناهان و ترک معنویات و فراموش کردن ارزش های معنوی و هزارها مورد دیگه، کل از اینها رو ما فراموش کردیم. چرا؟ اساسی ترین علت والله اعلم تا جایی که ما در این مورد فکر کردیم امیست که ما خود را فراموش کردیم. خوب آدم خیرخواهی هستیم برای دیگران. دقت کردین بارها مثلا گاهی وقتا در بعضی موارد صفحات اجتماعی حالا خیلی وقتا در جنجال های ما داخل شدن، یک نفر میگه در این مورد گپ نزن، در چی مورد گپ زدن؟ در فلانی. تو چرا گپ نمیزنی؟ احساس میکنه که گپ زدن در فلانی مورد بسیار مهم، ضروری و اساسی است، توقع داره دیگرایی کارا بکنن. بارها شده گاهی وقتا مثلا یک گپ نوشته میکنه، باز یک کس معلومات میکنه در این مورد چرا نوشته میکنه، خود فلانی مورد نوشته کو خوبی کار خیلی مهم ضروری است، خودت چرا نمیکنی؟ توقع دارم ما بکنم، من توقع دارم او بکنی. یعنی چی؟ یعنی ای که ما میخوایم که این مسئولیت های شرعی را دیگرها انجام بدن. چرا انجام بدن؟ خب نجات پیدا بکنن. ما خودمون چی؟ خیره ما که هرچی بشیم. به این خاطر اساس گپ ما را در این نکته خلاصه میکنیم که هر کدام ما در هر مرحله از مراحلی که قرار داریم ضرورتا این نکته را فراموش نکنیم که ما در فکر نجات خود باشیم. در فکر نجات خود باشیم. بعد از او باز خانواده خود، بعد از اون تو مراحل دیگه، حتی برای کافر حربی متجاوزی که با ما میجنگه هم در فکر نجات از او باشیم. خیرخواهی ما بر همه بشریت، بر هر انسانی از انسانیت هست، اما در اصل برنامه اصلی ما از کجا شروع میشه؟ از اصلاح
خود ما شروع میشه. الله تبارک و تعالی بر همه ما شما توفیق را نصیب بکنه که اهمیت این نکته را درک بکنیم و در هر مرحله، در هر عملی که انجام میدیم این نکته فراموش ما نشه که من این عمل را به خاطر نجات خود باید انجام بدم و زمانی که واقعا در این کار خود مخلص بودیم بعد از او باز در هر عمل ما اخلاص میآید و ان شاء الله عمل و اخلاص و ایمان از جمله ابزارها و وسایلی هست که ما شما را نجات میده. الله تبارک و تعالی بر همه ما توفیق عمل را نصیب بکنه. آنچه که از دین الله میگیم و میشنویم و میفهمیم الله برای شما توفیق عمل مخلصانه رسید بکنه. سبحانك اللهم ربنا و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. ای اسلام ای دین جاودان، ای راحت پر جود و توان، دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. ای دشمنت تو سنگ خاره، دشمنت تو سنگ خاره، جان من فدای حرف پیغمبرم. اسلام ما دین برترم، پیغمبرش بهترین عالمم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده هستی اسلام ما. ای اسلام ای دین جاودان، ای راحت پر جود و توان، دور است و اندیشه بدان، پاینده هستی و جاودان. ای دشمنت تو سنگ خاره، دشمنت